شروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق علیه. دوستای عزیز، در این حدیث شریف ابو هریره رضی الله تعالی عنه که یک صحابی جلیل قدر است و همه ما و شما او را میشناسیم، این روایت میکنه، یعنی این روایت صحیح مسلم و صحیح بخاری هر دوشان ذکر کردن، به این خاطر متفق علیه در آخرش گفته شد و همه میفهمیم که وقتی متفق علیه گفته میشه به این معنا که شیخین یعنی بخاری و مسلم اردویشان در روایت از اتفاق کردن. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی میگه من شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الایمان بضع و سبعون شعبه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان برای مسلمانان معرفی میکنه که ایمانی قسم نیست که یک شعبه یا یک بخش یک مضمون داشته باشه. الایمان بضع و سبعون شعبه، 70 و چند بخش داره. چی معنی 70 و چند بخش داره؟ معنیش این است که مثلا اگر شما داخل یک پوانتون یا یک دانشگاه میشین، در اونجا بر از این اصل گفته میشه که در این پوانتون باید خودت 70 و چند کریدیت پورا کنی، 70 و چند مضمون داشته باشی و در هر مضمون مثلا چند کریدیت داری. این حالی مؤصل به خاطر به دست آوردن شهادتنامه باید همین تمامی مضامین را که از صنف اول سمستر اول میخوانند تا سمستر اخیر باید تمام از این مضمونا را در اون نمره داشته باشه و کریدیتش پورا کرده باشه. و در ختم از این باز این مؤصل وقتی که همون نمره حداقل 55% که برش معیار گذاشته شده در پوانتون این را پورا کنه، بازی مؤصل میتونه که در آخر مطالبه شهادتنامه کامیابی بکنه. این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما میگه که ایمانی قسم نیست که بعضی کسات تصور میکنن که ایمان فقط یک بخش است. نه، ایمان 70 و چند شعبه داره و باید انسان مسلمان در تمام از شعبات ایمان نمره بگیره. و حتی بعضی ها یک شجره جور کردن، یک امام بیهقی رحمت الله علیه به نام شعبات الایمان یک کتاب داره که در این جمعی شعبات ایمان کلش ذکر کرده که ایمان است، ایمان به الله است و ملائکه و کتاب های آسمانی و ایمان به قدر و القدر خیره و شریه من الله تعالی. این می قسم باز مثلا نماز است و روزه هست و حج است و زکات است و جهاد است و این می قسم در کل شعبات ایمان تشریح میشه. پس انسان مسلمان با اساس یه حدیث شریف الایمان بضع و سبعون شعبه، 70 و چند شعبه هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فافضلها، یعنی چندین مثل یک درخت شما سال کنین، میگه بهترین شعبات یا شاخه های ایمان چی هست؟ قول لا اله الا الله، که انسان مسلمان کلمه را میخوانه با الله تعهد میکنه. این بزرگترین شاخه ایمان است که انسان مسلمان به الله میگه که یا الله لا اله نیست هیچ معبود مستحق ازی که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، و غیر از الله. بنان رسول الله سمگی عالی ترین و بلندترین و خوبترین شعبه ایمان است. و ادناها و کوچکترین شعبه ایمان چی هست؟ اماطة الاذى عن الطریق، یعنی یک چیز مضر از راه دور کردن، محیط زیست، صفایی راه، کوچه، سرک. این کوچکترین شاخه ایمان این هم است. یعنی انسان مسلمان باید بفهمه که حتی وقتی که راه را پاک میکنه و سرک پاک میکنه و کوچه خود پاک میکنه، برف میبارن، برفش دور میکنه، از کثافاتی را پاک میکنه، این هم یک شعبه از شعبات ایمان است. والحیاء شعبة من الایمان، حیا هم یک از شعبات ایمان است. متاسفانه
شیطان بعضی اوقات یک کسی را فریب میده، در یکی از شعبات ایمانی را زیاد مصروف میسازه. ما یک وقت درس ماستری میخونده، ما در ماستری تقریبا 7-8 مضمون داشتیم. یک صنفی ما این دم یک مضمون از استاد مضمون زیاد میترسید و میگفت ما این ناکام نشم، اما یک شو مضمون بسیار ما کم گرفته بود. یک وقت هر وقت ما در اتاقش میرفتم یا درس میخواندیم با هم، این امیر میخواند. یک وقت شد که من برش گفتم که او برادر اسیر یکی از کشورهای افریقایی بود، من برش گفتم که یا شیخ تو هم یک مضمون گرفتی در حالی که مضمونهای دیگر هم باید بخوانیم. نه ولی این مضمون بسیار مهم است، بسیار ضروری هست و میترسم که دیگه من ناکام نشم، بنابراین من این مضمون زیاد میخوانم. وقتی که امتحانات آمد، امی صنفی ما در همین مضمون بهترین نمره را گرفت، از کلی که در نمره خوبش گرفت، ولی در مضمون دیگی که توقع نمیکرد در اون ناکام ماند. این بسیاری وقتا شیطان برای کس وسوسه میکنه که مثلا تو یک کار کردی خلاص تو دیگه رسیدی، تو بسیار آدم با تقوا هستی. مثلا یک کسی دعوت میکنه، برای او شیطان همین قسم وسوسه میکنه که این دین فقط دعوت است، وقتی که دعوت کردیم خلاص دیگه تو وظیفه تا انجام دادی. در حالی که ما دعوتگرا باید بفهمیم که نه، وقتی که دعوت میکنیم یک شعبه دین است، 70 چند شعبه دیگه باید او را هم کار بکنیم. بعضی کسا وقتی که ذکر میکنن شیطان برش همین قسم وسوسه میکنه که همین ذکر که کردی، بسیار تسبیح انداختی، سبحان الله والحمدلله، دین خلاص شد. نه خیر، ذکر یک شعبه از شعبات ایمان است. یک کسی نماز خوان فکر میکنه والا ما 5 وقت به نماز جماعت میرم، خلاص من دیندار خوب هستم و تمام سنت های نماز مراعات میکنم. نه خیر، نماز هم یک شعبه از شعبات دین هست. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی بر ما که میگه الایمان بدون و 70 شعبه، و الله متعال میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و چیزی که رسول الله سم آورده او را بگیرین و از چیزی که شما را نهی کرده منع کرده از او را ترک بکنین. و الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان داخل شوین در اسلام به شکل کامل. به این شکل اسلام کامل همی است که انسان در تمامی شعبات ایمان نمره و درجه داشته باشه. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که با تمام شعبات ایمان عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.